بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام ارادت خدمت تمام بینندگان و متعلمین محترم. در ادامه بحث‌های بیولوژی صنف 12 در خدمت شما هستیم. همونطور که اطلاع دارید ما فصل دوم از کتاب 12 با هم دیگه بحث کردیم، بحث‌های حول بی‌نظمی‌های ژنتیکی. اما این جلسه آخر این فصل می باشه و ببینیم چه بحثایی را با هم دیگه به گفتگو میشینیم. در این جلسه ما دو نوع از بی‌نظمی‌های ژنتیکی دیگر را با هم دیگه بررسی میکنیم و مطالعه میکنیم و در نهایت تشخیص بی‌نظمی‌های ژنتیکی را در قبل از تولد و بعد از تولد با هم دیگه به بحث و گفتگو میشینیم و در پایان جلسه با سوالای کنکور در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشین. در جلسات گذشته ما درباره بی‌نظمی‌های ژنتیکی بحث مفصلی داشتیم. احتمال داره که موتیشن در یک نقطه مشخصی از کروموزوم که جن باشه اتفاق بیفته، اصطلاحاً موتیشن نقطه‌ای بهش گفته میشه. احتمال داره این اختلال و این موتیشن در ساختار کروموزوم باشه، کروموزوم موتیشن گفته میشه بهش. احتمال داره در تعداد کروموزوم ها یا تعداد مجموعه کروموزوم های اتفاق بیفته که ژنیوم موتیشن بهش گفته میشد. انواعش با هم دیگه مفصل صحبت کردیم، تعدادی از موتیشن ها رو با هم دیگه بررسی کردیم. این جلسه دو نوع دیگر از موتیشن هایی که در انسان اتفاق میفته و ایجاد مرض میکنه با هم دیگه به بحث و گفتگو میشینیم. تورنر سندرم یک نوع از بیماری هست که ماحصل موتیشن هست. این موتیشن از نوع ژنیوم موتیشن هست که در اونجا اگر یادتون باشه میتوانست تعداد کروموزوم‌ها تغییر کنه یا عدد کروموزوم تغییر کنه. خب در اینجا میبینین که کم شدن یک کروموزوم X در زنان اتفاق میفته، 45 کروموزوم. پس این نوع انیوپولیدی هست که از انواع ژنیوم موتیشن هست. در اونجا اگه یادتون باشه عدد کروموزوم ها تغییر میکرد. در پولیپولیدی ما تعداد مجموعه کروموزومی دچار تغییر میشد. خب نوع موتیشن پس ژنیوم موتیشن از نوع انیوپولیدی. و اگر توجه کنین این قسمتی که رنگی شده اختلال و موتیشن در اینجا اتفاق میفته. یکی از کروموزوم ها حذف میشه و این فرد که جنسیتش خانوم هست چون نوع کروموزوم وای درش وجود نداره، پس این فرد از نظر جنسیت مؤنث داره، اما به دلیل کمبود یک دانه کروموزوم X اختلال درش ایجاد میشه. علائم و اختلالاتی که درش دیده میشه، این افراد از نظر رشدشون کم است، لذا کوتاه قد میمانند و از نظر باروری اینا عقیم هستند، تولید تخم را ندارند و نسل بعدی را نمیتونن تشکیل بدن. به وجود نیامدن خاصیت های ثانوی جنسی که اینا ماحصل ترشح هورمون های جنسی بودن در این نوع بیماری دیده نمیشه و ما صفات و خاصیت های ثانوی جنسی را در اینا نمیبینیم. از نظر شکل و مشخصه که اینا را خیلی برای ما مشخص میکنه که تورنر سندرم داره، این داشتن گردن پهن نیست که پهنای بیشتری داره و خیلی واضح هست که اگه توجه کنید این فرد به ما این مطلب رو میرسانه که دچار بیماری تورنر سندرم هست. اگه توجه کنید گردن بسیار پهن و ضخامتش بیشتر شده و این فرد از نظر عقیم هست، جنسیت مؤنث هست و متاسفانه خاصیت های ثانوی جنسی هم در این فرد ایجاد نمیشه. بحث بعدی ما یا اختلال بعدی ما کلین فیلتر سندرم هست. در این بیماری ما شاهد هستیم که برخلاف نوع بیماری قبلی تعداد کروموزوم ها افزایش پیدا کنه. اگر توجه کنین این کاریوتیپی فرد را نگاه کنین، ما دو تا کروموزوم X در کروموزوم های جنسی میبینیم، یک Y میبینیم. با وجود کروموزوم Y جنسیت این فرد مشخص میشه، پس مرد هست. اما با دارو بودن یک کروموزوم X اضافه این فرد دچار بیماری اصطلاحاً از نوع موتیشن میشه
موتیشن این فرد از نوع جنیوم موتیشن هست، اضافه شدن کروموزوم به جفت 23 کروموزوم ها و ما انتظار داریم این فرد دارای 47 کروموزوم باشه و تعداد کروموزومش افزایش پیدا میکنه. پس میتواند، دقت کنین، میتواند این تعداد کروموزوم ها بیشتر از 47 هم شود، 48 49 شود. اگر توجه کنین در این حالت 47 میشه، وقتی 3 تا ایکس داشته باشه 48، وقتی 4 تا ایکس داشته باشه خب تعداد کروموزوم ها افزایش پیدا میکنه. دقت کنین، خیلی دقت کنین، هرچی تعداد ایکس ها در کلینفلتر سندرم افزایش پیدا کنه ما عارضه را شدیدتر در فرد میبینیم. دقت کنیم، پس ما با افزایش تعداد ایکس ها در این بیماری میبینیم شدت بیماری افزایش پیدا میکنه و علائمش که این علائم هست او با شدت بیشتری میتونه بروز کنه. علائم اینا از نظر جنسیت مرد هستند و از نظر جسامت و هیکل قوی‌تر هستند، انسان‌های عادی هستند، دست و پای درازتری دارن و در نهایت از نظر باروری اینا عقیم هستن، نسل بعدی رو نمیتونن تولید کنن. اگر توجه کنین در اکثر موتیشن هایی که در کروموزوم های جنسی اتفاق میفته ما میبینیم که عقیمی به دنبال داره و از نظر خصوصی های بسیار کوچک داره که قابلیت تولید اسپرم و باروری را نداره، فاقد اسپرم هستن و از نظر عقلی به نظر میاد که اینا عقلی پسمان عقلی باشند و ضریب هوشی اینها مقداری پایینتر از انسان نرمال باشه. خیلی خوب، به این نکته آخریم که قبلا گفتیم، تعداد کروموزوم ها هر چه بیشتر شود اختلالات جسمی و ذهنی چی میشه؟ شدیدتر میشه. این را دقت داشته باشین که در خیلی جا دیگه سوال کنکور همی بوده. خب حالا یک مسئله مطرح میشه، ما اختلالات و موتیشن های مختلف را با هم شناختیم، ما چه کار بکنیم که اینا را جلوگیری بکنیم که ایجاد نشود؟ قاعدتا یکی از مسائل این است که ما تشخیص بدیم که آیا این جنینی که در رحم مادر قرار داره دچار این عارضه هست. اگر دچار این عارضه است قبل از اینکه به دنیا بیاد این فرد از زندگی ساقط بشه و این اختلال را نداشته باشه. خب میتونه راههای مختلفی داشته باشه، اما متدهایی که در اینجا وجود داره هدف شناسایی تغییرات هست و میخوایم او اختلالهایی که در کروموزوم هست و او اختلالهایی که در دی ان ای هست، دی ان ای را اونا رو تشخیص بدیم و قبل از اینکه متولد شه یا قبل از اینکه اصلا به وجود بیایه مانع بشیم که این فرد ایجاد شود. خیلی خوب، تکنیک‌های زیادی وجود داره. ما دو نوع از متدها را اینجا با هم دیگه به بحث و گفتگو میشینیم. اول بحث آن متدهایی است که قبل از تولد، دقت کنین، قبل از تولد اتفاق میفته، اصطلاحاً پرنتال بهش گفته میشه. ما اگر دقت کنیم امنیوسنتز یک نمونش هست و گرفتن حجرات پلاسنتا یا کوریون یک نمونش هست و تشخیص قبل از تولد بحثایی است که ما در نوع متد پرنتال داریم. در نوع دیگه ای از این متد تست قبل از تولد اتفاق میفته، بلکه قبل از ایجاد و قرار گرفتن در رحم اتفاق میفته. خب اینجا تست جن مطرح میشه و هدف پیشگیری امراض آینده مانند مرض مغز هست. در اسلایدهای بعدی وارد جزئیاتش میشیم و تفاوت‌های اینا رو با هم دیگه بیشتر آشنا میشیم. آمنیوسنتز یک نوع از روش‌ها و متدهایی است که ما میتوانیم بی‌نظمی‌های ژنتیکی را تشخیص بدیم. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که در اطراف جنین ما مایعی را می‌بینیم به نام آمینیون و کیسه‌ای هست به نام کیسه آمینیون. ما این مایع را می‌توانیم با پیچکاری از رحم مادر و از قسمت فضایی که جنین درش قرار گرفته خارج بکنیم و اون تعداد حجراتی که در درون مایع وجود داره مورد مطالعه قرار بدیم و احتمال این که این فرد دچار بیماری هست
در مطالعه این حجرات قابلیت تشخیص داره و میتونیم بگیم این تعداد کروموزوم هاش نرمال هست و یا غیر نرمال است. اگر نرمال باشه این فرد مراحل جنینی خودش طی میکنه و متولد میشه و اگر غیر نرمال باشه میتونه سقط شوه و یک فرد معیوب به دنیا نیایه. حالا توش مباحث اخلاقی هم وجود داره که خب در این جلسه و این بحثا جای گفتن این بحثا نیست. خب زمان حاملگی برای ما مهم است. در هفته 14 تا 16 باید این اتفاق بیفته. معاینه حجرات جنین موجود در این مایع اتفاق میفته. دقت کنید جنین را در فرض بگیرید هفته 14 تا 16 داریم. خب توسط پیشکاری این حجراتی که در اینجا وجود داره دقت کنین اینا گرفته میشه در آزمایشگاه. اینا از نظر سالم بودن ژنتیکی تست میشه و وقتی که جواب مثبت باشه اجازه داده میشه که این فرد متولد شود. اگر جواب منفی بود و اختلال ژنتیکی داشته باشه معمولا این فرد سقط میشه و متولد نمیشه. خب این یک نوعی است که قابلیت شناسایی اختلال و بی‌نظمی ژنتیکی را قبل از تولد به ما میده. خب دقت داشته باشین که حجراتی که در این مایع آمنیوم وجود داره از نظر کروموزومی و ساختار کروموزومی مشابه جنین هست. گرفتن حجرات پلاسنتا یا کوریون یک دسته دیگه از متد هاست که استفاده میشه. زمان حاملگی و زمانی که این آزمایش و این تست قابلیت اجرا داره بین هفته 8 تا 9 هست و در این موقعیت حجرات پلاسنتا گرفته میشه و مورد آزمایش قرار میگیره. خطر ضایع شدن طفل نسبت به آمنیو سنتز در این آزمایش بیشتر هست، احتمال سقط داره. خب شما اگر توجه کنین این قسمتی که پلاسنتا وجود داره میتونه حجراتش گرفته شوه و مورد آزمایش قرار داده شه و اختلال ژنتیکی تشخیص داده شوه و با توجه به نتیجه و آزمایش تصمیم بعدی گرفته شوه. اما یک روش دیگه هم وجود داره که حالا تشخیص قبل از تولد نشته شده. ما شاید بتونیم بگیم این تشخیص قبل از ایجاد باشه. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که قبل از حاملگی معاینه اتفاق میفته. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که ما اسپرم و تخم را در خارج بدن مادر دقت کنین این را القاح میدیم و آزمایش میشه. اگر این آزمایش جوابش مثبت باشه یعنی سالم باشه از نظر ژنتیکی بعد در رحم مادر قرار میگیره. خب اگر توجه کنید این آزمایش اصلا در درون رحم مادر اتفاق نمیفته، در خارج میفته. تشخیص قبل از تولد شاید واژه خوبی نباشه، تشخیص قبل از ایجاد و قبل از قرار گرفتن در رحم مادر شاید واژه خوبتری باشه. خب قبل از حاملگی معاینه میشه، جنین خارج از رحم مادر در تست تویوب به وجود میایه و معاینه میشه در خارج. جنین اگه سالم باشه در رحم مادر قرار میگیره. خب توجه کنین توسط روش هایی که وجود داره تخم از رحم مادر و از قسمت آله تناسلی گرفته میشه، اسپرم هم گرفته میشه، در خارج اینا با هم دیگه ترکیب میشه و در نهایت با آزمایشی که روی این حجرات میشه صحت و سقم ژنتیکیش تشخیص داده میشه. در صورتی که اختلال ژنتیکی نداشته باشه توسط متدهایی که وجود داره وارد رحم میشه، در اونجا جایگذاری میشه و مراحل بعدی جنینی خودش در درون رحم طی میکنه. پس در این روشی است که القاح در درون رحم اتفاق نمیفته، در خارج رحم اتفاق میفته. با سالم بودن او حجراتی ایجاد شده میتونه انتقال پیدا کنه به درون رحم. خب این تشخیص هایی که الان صحبت شد اینا بیشتر در کسانی هستند که پدر و مادر احتمال یک ژنتیک بیماری ژنتیکی و مرض ژنتیکی دارن. تشخیص میدن که چه درصد احتمال داره این بیماری به نسل بعدی منتقل شه و از دو مادر معیوب معمولا یک فرزند سالم را به این روش میتوان تهیه کرد. این روش کاملا پیشرفته ای هست که در ممالک پیشرفته در حال اجرا هست. خیلی خوب، بحثای ما در همینجا به پایان میرسه و مرور میکنه بحثای امروز را در قالب سالهای کنکور سالهای گذشته.
سوال اول توجه کنین. در کلین فیلتر سندرم یا XXXY که توجه کنین 3 تا X وجود داره، هر قدر تعداد کروموزوم های X در آن افزایش پیدا کنه خب عارضه شدیدتر میشه، پس قاعدتا اختلال جسمی ذهنی افزایش پیدا میکنه یا زیاد میشه. گزینه 3 درسته. هر قدر تعداد کروموزوم های X در مردان با سندرم کلینفلتر زیاد باشد با همان اندازه اختلال جسمی ذهنی باز افزایش پیدا میکنه. توجه کنین این سوال در سالهای متعدد آمده. سوال قبلی مال 1 سال بوده، این مال کنکور 1 سال دیگه است. و اگر توجه کنین گزینه که این اختلال بلند میشه و شدت پیدا میکنه جواب است. بله. تورنر سندرم به بی‌نظمی است که بیشتر در چی دیده میشه؟ در قسمت جنسیت بود و در مردها دیده نمیشد بلکه در زنها دیده میشد. اگر یادتون باشه در این بیماری ما 1 دانه کروموزوم X داشتیم، کروموزوم Y نداشتیم. وقتی کروموزوم Y نداشتیم جنسیت زن هست و گزینه 3 جواب ما می باشه. سوال بعدی رو توجه کنین. ترنر سندرم به کدام نامزل یاد میشه؟ اگر توجه کنین این بیماری بود که یک کروموزومای جنسی 1 دانه X داشت و یکی دیگه خالی بود. قاعدتاً به X او مونوزومی هم یاد میشد. خب گزینه 3 جواب درستی مسئله است. خب در این سوال اگر نگاه کنین ای او نماینده این است که 1 دانه X کم داره. خب این قاعدتاً مال ترنر سندرم بود. مردانی که دارای ژنوتاپ XXY باشند کدام مشخص ذیل را داره؟ خب اینم بازم اگه توجه کنین مربوط به سوالای قبلی هست. خب شما اگر توجه کنین این فرد دارای جنس از نظر جسمی بزرگ بود، قوی بود و از نظر باروری هم عقیم. گزینه 4 این قسمت داریم. دست‌ها و پای کوتاه دارن؟ نخیر، اینا اتفاقا دیسایشون بلندتر هست. اینا عقیم نیستن، نه اینا افرادی که این اختلال را دارن عقیم هستن. هیکل بزرگ دارن. گزینه 4 گزینه درست ماست. مردان با سندرم کلینفلتر دارای کدام خصوصیات می باشه؟ خب یک نکته که من عرض کنم خدمتان، ما در سوالای کنکوری که تا حالا بررسی کردیم و متن خود کتاب بررسی کردیم ما بیماری ها را با املاهای متعدد و متفاوت میبینیم. بیاره دقت داشته باشین. مثلا سندرم کلینفلتر با املاهای دیگه هم که جای دیده میشه. خب اینا دقت بکنین که همو یک نوع بیماری است. خب مردانی که این اختلال را داشته باشه در سال قبل هم خواندیم که هیکلشون قوی است، خصیه ها کوچک و عقیم هست که گزینه 3 گزینه درست ما می باشه. خب دقت کنین این سوالایی که الان داره حل میکنیم اینا انقدر برای طراحی سوال اهمیت داشته که هر سال سعی کرده از اینا سوال طرح شود. سوال بعدی رو توجه کنین. تشخیص امراض ژنتیکی قبل از تولد به کدام نامزل یاد میشه؟ ما دو نوع تشخیص داشتیم. یکی این که در درون رحم اتفاق می افتاد، یکی این که در خارج رحم اتفاق می افتاد. شما در این قسمت هر سه اینا را اگر نگاه کنین نشان دهنده این است که در درون رحم اتفاق میفته. گرفتن حجرات پلاسنتا خب در زمانی که جنین در درون رحم است. آمنیوسنتز هم به همین ترتیب و پرنتال تستینگ هم به همین ترتیب. گزینه 4 که همه موارد درست است گزینه درست است. خب این توجه داشته باشین در کتاب بحث قبل از تولد منظور همون قسمتی است که تست ها زمان اتفاق میفته که جنین در درون رحم مادر هست. برای تشخیص و تداوی بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان چه زمان استفاده می شود؟ خب می تواند قبل از تولد باشه. بعد خب گزینه‌ها رو نگاه کنیم. بعد از تولد طفل، زمانی که طفل در رحم مادر باشد و کوریون. خب قاعدتا همه اینها اتفاقی است که می تواند بیفته و تشخیص را می توانیم در هر سه اینها بدیم. خیلی خوب، به این ترتیب به پایان سوالهای این قسمت هم میرسیم. سوالهای این قسمت هم مثل درس‌های قبلی زیاد بود و متعلمین توجه داشته باشن که این قسمت های کتاب را با دقت بیشتر بخوانند. سوالهای کنکور در این قسمت حتما زیاد دارین. شما را به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.